بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوری حفظه الله تعالی. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب المبادئ المفیدة في التوحید والفقه والعقیده از آن الشیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی الحجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. خب، درس امروزی ما آغاز می‌یابد تحت رساله یا که تحت رقمی گویم 11. می‌فرماید فاذا قیل لك فما حکم تصویر ذوات الارواح، یعنی پس اگر تو را پرسند صورت جاندارها را گرفتن چه حکم دارد؟ صورت جاندارها را گرفتن چه حکم دارد؟ فقل تصویر ذوات الارواح من کبائر الذنوب، پس در جواب چنین بگو حکم صورت جاندارها را گرفتن از گناهان کبیره است. برای من صورت جاندار کشیدن ممکن نیست، خواه گاو باشد، خواه خر باشد، خواه سگ باشد، خواه آدم باشد. فهمیدیم؟ والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، ودليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه است، این عبدالله ابن مسعود، که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق علیه. هر آینه اشدی ترین عذاب در روز قیامت برای آن مردم است که صورتگیرند یا که صورت کنند. حدیث متفق علیه است. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال، ودر حديث أبو جحيفة رضي الله عنه چنین آمده است که گفت: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ولعن المصور. أخرجه البخاري. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از پول سگ، یعنی سگ فروختن پولش گرفتن، از پولی خون فروشی کردن منع کرد و صورتگر را لعنت فرمود. این حدیث را بخاری روایت کرد. نعم، نقرأ هكذا. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك فما حكم تصوير ذوات الأرواح، فقل تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ولعن المصور. أخرجه البخاري. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.